بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت. قسمت 5. پیرمرد که دستهایش را به هم قلاب کرده بود و با وجود این نمیتوانست جلوی لرزش آنها را بگیرد، با رنگی پریده و لبهایی به کبودی گراییده، صدای ملال‌انگیز و خواب‌آلودش را همچنان در اتاق سر داده بود. خب آقا، شما اگر جای من بودید چه کار می‌کردید؟ در آن لحظات غیر قابل پیش بینی چه تصمیمی می‌گرفتید؟ من چشمهای ملالت بار آقا را می‌دیدم که به من خیره شده است. باور کنید خیال نبود، رویا و کابوس نبود، حقیقت بود. آقا را می‌دیدم که بالای پله ها ایستاده است و مرا می‌نگرد. خدایا شما که نمی‌دانید در این نگاه، در این چشمها چه بود؟ سرزنش بود، ناسزا و درشتی بود، بازجویی و استیضاح بود. این چشمها به من میگفت که لیاقت و اعتماد وصیت آقا را نداشتم. در انجام وظیفه‌ام کوتاهی کردم. مثل یک آدم سست و زبون به گوشه‌ای نشسته و نقش یک تماشاچی بی‌طرف را بازی کردم، در حالی که نمیبایست اینطور باشد. نمیبایست من فقط نقش یک تماشاچی را داشته باشم. به همین دلیل تصمیم گرفتم دخالت کنم، سرسختی کنم، مقاومت نشان بدهم و با اراده و خشونت سعادت این دو خواهر را تأمین کنم. بی آنکه به باران که ایستاده و عاشقانه نیاز را مینگریست توجه کنم، بی آنکه به کمک بهار بروم و او را از روی زمین بلند کنم و یا به اتاقش ببرم، به طرف نیاز که مردد و مبهوت بر جای خود خشکش زده بود رفتم و آمرانه گفتم: آقا، ما دیگر به معلم سرخانه احتیاجی نداریم. نیاز متوجه حرف من نشد، یا شد و نخواست به روی خودش بیاورد. شاید هم انتظار نداشت از یک مستخدم چنین دستوری بشنود، زیرا به طرف بهار رفت و در حالی که خم میشد تا بازوی او را بگیرد و برای بلند شدنش کمک کند گفت: آه بهار، دیوانگی کردی. حق نبود با خواهرت اینطور رفتار کنی. قبل از اینکه بهار جواب دهد بازویش را گرفتم و با درشتی گفتم: مگر متوجه نشدید؟ ما دیگر به وجود شما احتیاجی نداریم. نیاز سرخ شد. با ناراحتی به بهار نگریست و جواب داد: ولی الان موقع این حرف ها نیست. باید بین این دو خواهر عصبانی آشتی و دوستی ایجاد کرد. تقریباً فریاد زدم: این به شما مربوط نیست. این یک نزاع خانوادگی است که شما حق ندارید در آن دخالت کنید. بهار از جا پرید. چشمهای درشتش را که زیر پرده‌ای از اشک پنهان شده بود درشتر کرد و جیغ کشید: تو فضولی نکن. اما من دیگر آدمی نبودم که میدان را خالی بگذارم. در حالی که سعی می کردم خودم را کنترل کنم باز می گفتم: ولی این حق من است خانم بهار. من باید دخالت کنم. من باید به قول شما فضولی کنم. این بار باران جواب مرا داد و با عصبانیت گفت: برو بیرون، تو یک مستخدم بیش نیستی. حالا با هر دو نفر آنها می بایست بجنگم. برخلاف انتظارم باران نیز دلش نمیخواست من دخالت کنم. تنها موردی بود که هر دو با هم در یک امر توافق داشتند. قبل از آن که بتوانم جوابی بدهم بهار غرید: اصلا به خدمت تو خاتمه میدهم. فوراً حسابت را بکن و اسباب و اساسیت را جمع کن و از اینجا برو. با سماجت گفتم: شما نمیتوانید مرا بیرون کنید. من طبق وصیت آقا باید تا پایان عمرم در کنار شما باشم و از شما مواظبت کنم. بهار فریاد کشید: وصیت آقا؟ اگر نمیدانی بدان که استخوان‌های آقا هم تا به حال پوسیده و خاک شده. دیگر نمیخواهم از دستورات یک مرده پیروی کنم. زود باش از اینجا برو. شکست خورده بودم. نابود شده بودم. اگر میدانستم که باران نیز در این مورد با بهار توافق دارد، قطعاً آنقدر تند نمیرفتم.
از گوشه چشم نگاهی به نیاز انداختم. همانطور ایستاده بود و لبخندی پیروزمندانه بر لب داشت. آخرین تلاشم را به کار بردم. رویم را به طرف باران کردم و گفتم: به همین زودی همه چیز را فراموش کرده اید؟ هنوز بیشتر از 1 سال از مرگ آقا نمی گذرد و شما اجازه می دهید خواهرتان این گونه با بی‌پروایی و جسارت پشت سر پدرتان حرف بزند؟ بسیار خوب، من می روم. اما در این میان شما تنها می شوید. متوجه هستید خانم باران؟ شما تنها می شوید. به زودی پس از من نوبت شما هم فرا می رسد. و بلافاصله بیان که منتظر جواب بمانم از حال گذشتم. در را محکم به هم زدم و به اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن اسباب و اساسیه‌ام شدم. بغض گلویم را گرفته بود. حالت خفگی داشتم. ناامیدی و یأس به قلبم چنگ انداخته بود و حال خودم را نمی‌فهمیدم. پیرمرد ساکت شد. به راستی می‌دیدم که 2 قطره اشک در چشمایش راه گم کرده است. معلوم بود که از به یاد آوردن آن خاطرات تلخ یک بار دیگر متأثر و اندوهگین شده است. من هم حالی شبیه او داشتم. زیرا میشنیدم بارانی که دوستش داشتم قبل از من به شخص دیگری دل باخته است. من باغی بودم در انتظار بهار، زمین تشنه‌ای بودم در انتظار باران، در حالی که حالا می‌دیدم بهار قبلاً به باغ دیگری سر کشیده و باران آتش سرزمین دیگری را فرو نشانده است. آرام آرام چیزی در درون من می‌شکست و من صدای شکستنش را می‌شنیدم. صدای شکستن دلم را که مثل صدای ریزش باران در ناودانی تهی بود. پیرمرد پس از یک سکوت تقریباً طولانی ادامه داد: وقتی چمدانم را بستم در اتاق باز شد. باران بود. آرام، زیبای رویایی، مثل شکوه پاییز که از چشمانداز وسیعی در مقابلم گسترده باشد. مقابلم ایستاده بود. با صدایی که بیشتر شبیه نجوای باد با درختان بود گفت: مرا میبخشی؟ میخواستم روی پاهایش بیفتم، پنجه‌هایش را غرق بوسه کنم و با اشک ساقهایش را بشویم و فریاد بزنم: اینطور حرف نزن، این گونه تلخ سخن مگو. من هرگز نمیتوانم از تو رنجشی به دل گیرم، حتی اگر با ناخن‌هایت چشمهایم را بیرون آوری. او که سکوت و بهت زدگی مرا دیده بود گفت: من بد کردم، اما اشتباه قابل بخشش است. من از تو میخواهم که بمانی و مرا ترک نکنی. من جز تو کسی را ندارم. پیرمرد با پشت دست اشکی را که روی گونه‌اش غلتیده بود پاک کرد. حالا در لحن صدایش عشقی به عظمت دریا و بیکرانی آسمان میدیدم. قلبم گواهی میداد که این پیرمرد استخوانی که چشمهایش به گودی نشسته و در فرو رفتگی گونه‌هایش رنجی عمیق نهان شده بود و غمی جاودانه در اعماق چشمهایش تلاطم داشت، عاشق است. فقط یک مرد عاشق، یک مرد شیفته و واله میتوانست این گونه سخن بگوید. اما نمیدانم چرا با سماجت سعی کردم این افکار را از مغزم بیرون کنم. شاید حسادت میکردم. شاید در اعماق ضمیرم نمیتوانستم عشق مستخدمی را به دختر طناز و دلربای اربابش پذیرا باشم. در باورم نمی گنجید که پیرمرد به خود و به قلبش حق داده باشد که سودای دوست داشتن باران یا بهار را در سر بپروراند. صدای پیرمرد را شنیدم. من ماندم. واقعا نمی توانستم آنجا را ترک کنم. این 2 خواهر، نه، چگونه بگویم؟ بله، ماندم و شاهد اتفاقات شوم و پی در پی بعدی شدم. روز بعد نیاز باز هم به خانه ما آمد. حالا دیگر من مثل یک سگ شکاری دورادور مواظب او بودم. مثل سایه تعقیبش می‌کردم تا از همه ماجرا مطلع باشم. می‌خواستم در یک موقعیت مناسب ضربه نهایی را وارد کنم
و جبران شکستی را که از او خورده بودم بنمایم. حالا می دیدم که بهار بی پروا خود را در آغوش او می اندازد. می دیدم که دیگر رفتن به خارج و خواندن زبان مطرح نیست. آن دو در همان اتاقی که شب گذشته شما دیدید، در آغوش هم فرو می رفتند. نیاز با شور و التهاب جوانی بهار را در آغوش می کشید. بر لبهای هوس‌انگیزش بوسه می زد. سر به سینه سفید و خوش ترکیبش می گذاشت و در گوشش زمزمه می کرد. دلم می خواهد وقتی در آغوش تو هستم زمان متوقف شود. شب از تابوت سیاهش برنخیزد و روز جاودانه در بستر خویش بماند. می خواهم گذران بهار و تابستان، پاییز و زمستان را نبینم و در چشمهایم جز تو نقشی نداشته باشد. من می دیدم و می شنیدم و خون می خوردم و نمی توانستم و جرأت نداشتم عکس‌العملی نشان دهم. می دیدم که بهار چون موجی می خروشد و می جوشد و با همه ذرات وجود نیاز را می خواهد. مست و پرشور و بیخبر عشق می ورزد و جز بازوان پرتوان او که چون ماری دور کمرش می پیچد و جز لبهای داغ او که راه نفسش را می بست، به هیچ چیز نمی اندیشد. در این میان باران ساکت بود. در گوشه تنهایی اشک می ریخت. اما من به خوبی دریافته بودم که این سکوت سهمگین و خشمگینی است که در بطن خود انفجاری وحشتناک پنهان دارد. می دانستم که این آرامش قبل از طوفان است و طوفان به زودی آغاز شد. مهیب و وحشتناک و هولانگیز آغاز شد. یک روز صبح نیاز طبق معمول آمد و من می دانستم که بهار به او گفته بود روز بعد برای انجام کاری به شمیران می رود و تا ظهر باز نمی گردد. بهار گاهی برای رسیدگی به مستغلات و املاک پدرش به شمیران می رفت. پس نیاز برای چه آمده بود؟ وقتی او را کنار استخر دیدم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم خانم بهار تا ظهر باز نمی گردد. او خونسرد اما با پررویی گفت من برای دیدن باران آمدم. میخواستم به طرف او حمله کنم، گلویش را با دندانهایم بجوم و خونش را مثل آب خنک و گوارایی بنوشم. با خشم جواب دادم ایشان هم در خانه تشریف ندارند. ولی هنوز آخرین کلمه از دهان من بیرون نیامده بود که صدایی از پشت سرم گفت چرا من هستم؟ من بیرون نرفتم. به سرعت به عقب چرخیدم. باران بود. قشنگترین لباسهایش را بر تن داشت و موهایش را به طرزی دلانگیز آرایش کرده بود. زیبایی فوق‌العاده چشمگیرش مبهوتم می ساخت. هرگز او را آن همه دلربا و فتنه انگیز ندیده بودم. نیاز به طرف او راه افتاد. هر دو به هم لبخند می زدن و نگاهشان با هم سخنها داشت. باران در حال را گشود و نیاز قدم به داخل گذاشت. نمیدانستم چه کار کنم. دلم شور می زد. احساس بدی داشتم. میدانستم که حادثه‌ای در شرف وقوع است. صدای زوزه طوفان را می شنیدم و تاریکی قیرگونی را که فرا می رسید با چشم دل می دیدم. ساختمان را دور زدم. اتاق باران پنجره‌ای داشت که به باغ گشوده می شد. با حالتی که نمی شناختم و نمی دانستم از چی سرچشمه می گیرد، نردبان را زیر پنجره قرار دادم و بالا رفتم. می خواستم داخل اتاق را ببینم و صدای آنها را بشنوم. نیاز حرف می زد و می گفت تو که می دانی، تو که خبر داری فقط به خاطر توست. باران آهسته نجوا کرد. نیاز می ترسم، خیلی می ترسم. اگر او بفهمد که من و تو شبها داخل باغ یکدیگر را می بینیم جنجال به پا خواهد کرد. سرم گیج رفت. روی چشمهایم پرده سیاهی کشیده شد. پس آنها شبها آن موقع که بهار آسوده خوابیده بود داخل باغ یکدیگر را می دیدند. از کی؟
در آن لحظه نمی توانستم درست فکر کنم. به گفتگوی آنها گوش فرا دادم. باران ادامه داد. بالاخره باید تصمیم بگیریم. نیاز با حالتی وسوسه انگیز گفت. میخواهی فرار کنیم؟ باران مخالفت کرد. حالا نه. من باید حساب اموالم رو روشن کنم. باید سهم خودم رو بگیرم. بدون پول نمیتوانیم به زندگی ادامه دهیم. نیاز خائنانه تایید کرد. درست است. تو راست میگویی. اما من دیگر بیشتر از این طاقت ندارم. نمیتوانم شبها دزدکی به دیدن تو بیایم. به این 1-2 ساعت قانع نیستم. باران با بوسه‌ای عاشقانه و طولانی دنباله سخنانش را برید. دیگر صدای گفتگویشان را نمیتوانستم بشنوم. گنگ و دور و محو شده بود. من فهمیدم که در آغوش هم فرو رفتند. تب تند هر دو را که غرق لذت بودند احساس می کردم. از نردبان پایین آمدم. نمیدانستم این مرد، این معلم جوان چه خیالی دارد. چه نقشه‌ای طرح کرده است. از جان این 2 خواهر چه می خواهد و چرا یکی از آن 2 را برای ازدواج انتخاب نمی کند. در این افکار غرق بودم که ناگهان با کمال وحشت بهار را دیدم. او که قرار نبود تا ظهر بازگردد. تند و عصبانی راه می رفت. می دیدم که فاجعه آغاز می شود. سراسیم خود را به او رساندم و گفتم صبر کنید. می خواهم با شما حرف بزنم. ایستاد. رنگش پریده بود. با نگاهی پر از سوءظن مرا می نگریست و با لحنی تحقیرآمیز که از اوج خشم و عصبانیت او خبر می داد پرسید تو هم می دانی؟ منظورش را نفهمیدم. حالم بدتر از آن بود که متوجه منظورش شوم. همه فکرم این بود که نگذارم او داخل اتاق شود و به نحوی باران را متوجه بازگشت او کنم. اما او که سکوت مرا دید در حال را گشود و وارد شد و قدم به پله ها گذاشت. جلو دویدم. روی پله ها مقابل او ایستادم و با صدای بلندی که امیدوار بودم باران و نیاز بشنوند گفتم صبر کنید خانم بهار. موضوع مهمی است. بهار ایستاد. همانطور که دستش را به نرده پله ها گرفته بود با چشمان از حدقه درآمده مرا نگریست و گفت یالا حرف بزن. نمیدانستم چه بگویم. موضوع آنقدر تند و سریع و ناگهانی اتفاق افتاده بود که من نتوانسته بودم نقشه‌ای بکشم یا دروغی به هم ببافم و تحویلش دهم. وقتی سکوت مرا دید فریاد کشید دیوانه حرف بزن. چه میخواستی بگویی؟ آن موضوع مهم که اینقدر تو را جسور کرده که مثل یک هیولا سر راه من بایستی چیست؟ فریاد بهار خوشحالم کرد. امیدوار بودم که صدای بلند من و فریاد بهار به اتاق باران رسیده و آن 2 متوجه بازگشت بهار شده باشند. به همین دلیل ناچار بودم بیشتر او را سرگرم کنم. گفتم امروز نیاز اینجا بود. رنگ برافروختش به کبودی گرایید. دور چشمانش حلقه سیاهی پدید آمد. لبهای برجسته و بوسه خواهش به لرزش افتاد. چشمهایش را که به طور ترسناکی بیشتر از حد معمول گشوده شده بود مستقیما به چشمهای من دوخت و پرسید کی اینجا آمد؟ شانه‌ام را بالا انداختم و گفتم تقریباً چند دقیقه بعد از رفتن شما. بهار غرید. باران هم خانه بود؟ سرم را تکان دادم. بله، خانه بود. احساس کردم بهار طاقت ایستادن ندارد. ضعف کرده است. می‌خواهد روی پله ها بنشیند. دلم به حالش سوخت. فکر می‌کردم که اگر الان نیاز سر پله ها پیدایش شود این دختر چه می‌کند؟ به طور قطع دیوانه خواهد شد. با ناله از من سوال کرد. آنها همدیگر را دیدند؟ لبخند زودگذری زدم و جواب دادم. نه خانم، شما که می‌دانید. بهار با سوءظن پرسید. چی را می‌دانم؟ گفتم اینکه باران عاشق است.
نگاهی به بالای پله ها، آنجا که اتاق باران قرار داشت انداخت. دلم شور میزد. حالم آشوب میشد. مانند این بود که دو دست قوی گلویم را میفشرد. هیچ تصمیم و هدفی نداشتم و نمیدانستم سرانجام این گفتگو به کجا خواهد کشید. آنچه که برایم مسلم بود این بود که وضع خطرناک است. خیلی خطرناک است. با شناختی که من از این دو خواهر داشتم، بدون تردید اگر بهار موضوع را میفهمید، یکی از آن دو مجبور بودند به زندگی خود خاتمه دهند. بهار که در فکر فرو رفته بود آهسته پرسید: باران عاشق است؟ جواب دادم: بله خانم، مدت هاست که عاشق است. به تندی گفت: عاشق کی؟ با قاطعیت گفتم: عاشق یک جوان خانم، یک جوان مثل نیاز. بهار با نفرت و دلزدگی گفت: در این مورد با من صحبت نکرده است. اصلا بگو ببینم این جوان را کجا دیده و عاشقش شده است؟ دیگر به مقصودم نزدیک شده بودم. حالا کم کم فکرم شکل مشخصی به خود می گرفت و می فهمیدم که چه می گویم و چه می شنوم. جواب دادم: شما چرا ازدواج نمی کنید؟ ابروهایش را در هم کشید و با ناراحتی گفت: با کی؟ صدایم را بلندتر کردم و گفتم: با نیاز. خانم، همه مردم، همه همسایگان موضوع را می دانند. کار دارد به رسوایی می کشد. اگر او را دوست دارید، اگر می خواهید برای خودتان حفظش کنید، پس چرا به این ملاقات ها، به این معاشقه ها جنبه رسمی نمی دهید؟ شما زیبایید، خیلی هم زیبایید، پولدار هم هستید، می توانید زندگی راحتی را شروع کنید، می توانید نیاز را برای همیشه داشته باشید. وضع فعلی نمی تواند دوامی داشته باشد، پایدار نیست. خواهی نخواهی به حکم طبیعت و غریزه یک روز نیاز از شما سیر می شود. کسی چه می داند؟ شاید هم همین الان از شما سیر شده باشد. آن وقت او با اولین دختری که در سر راهش قرار گیرد ازدواج می کند و شما ناچار خواهید شد محنت و دوری غم شکست را یک جا تحمل کنید. از من نرنجید خانم. این حقیقت است، حقایقی که باید به شما گفت. غرورتان را کنار بگذارید. این خیال را، این وهم و رویا را که نیاز هرگز از شما روی نخواهد گرداند کنار بگذارید و در اولین دیدار از نیاز بخواهید که شما را رسما به عقد خود درآورد. از دو حالت خارج نیست. یا واقعا و حقیقتا او شما را دوست دارد و عاشقتان است و یا اینکه دروغ میگوید و تظاهر میکند و شما را صرفاً به عنوان یک سرگرمی انتخاب کرده است. اگر راست بگوید و عاشق و شیفته و دلداده شما باشد که یک روز هم درنگ نخواهد کرد. با کدام دختر ازدواج کند که بهتر از شما باشد؟ زیبایی فوق‌العاده‌ای دارید. ثروت سرشار و تمام نشدنی دارید. جوان هستید. خانه و زندگی شما کامل است. پس دلیلی ندارد که به این کار تن ندهد. و اگر شانه خالی کرد، اگر نخواست شما را به عقد خود درآورد، قطعاً دروغ میگوید و عاشق شما نیست. آن وقت چه بهتر که او را رها کنید و در جستجوی مرد دیگری برآیید. زیادن مردانی که تنهایی بر قلبشان خیمه زده است و همه ذرات وجودشان عشق می‌طلبد. عشق دختری مثل شما. سکوت کردم. نمیدانم چطور توانسته بودم این همه حرف بزنم. با کمال حیرت دیدم بهار آرام آرام اشک می‌ریزد. قطرات درشت اشک روی گونه‌هایش می‌غلتید و فرو می‌افتاد و گردن بلند و سپید و تراشیدش را خیس می‌کرد. خدایا چرا گریه می‌کرد؟ مگر به او چه گفته بودم؟ این اولین بار بود که بهار را در آن حالت غم‌انگیزی می‌دیدم. حالتی که قادر به شرح و توصیف آن نیستم. شکسته شده بود. مثل نارون زیبایی بود که به تدریج به جای آب به آن آهک داده بودند و اینک نارون زیبا می رفت که رنگ سبز درخشانش تیره شود و برگ‌های شادابش به پژمردگی گراید. با یأس و استیصال در حالی که سعی می کردم او را از جلوی پله ها دور کنم و به اتاقش ببرم گفتم: چرا گریه می کنید؟ چه اتفاقی افتاده است؟
برای اولین بار سرش را روی شانه من گذاشت و به ملایمت گفت: من نیاز را دوست دارم. خیلی دوست دارم. با تعجب گفتم: بسیار خوب، ولی به عشق او هم ایمان دارید؟ مطمئن هستید که او هم دلداده شماست؟ همانطور اندوهگین سرش را به سینه من فشرد. بله بابا، میدانم که او هم دیوانه‌وار به من عشق می‌ورزد. از کوره در رفتم. نزدیک بود فریاد بکشم: بالا برو و در اتاق باران ببین که تا چه اندازه تصورت پوش و تهی و خالی است. برو و از نزدیک تماشا کن که معشوق تو، عاشق و وفادار تو چگونه در آغوش خواهرت فرو رفته و در گوشش زمزمه محبت می‌خواند. اما دلم نیامد تندیس دلانگیزی را که او از عشق و دلدادگیش ساخته بود فرو اندازم و بشکنم. می‌خواستم بلکه راه حلی پیدا کنم. شاید قادر بودم که کم کم بهار را از این مرد پلید عجیب رهایی بخشم. به همین دلیل گفتم: خب پس چرا ازدواج نمی کنید؟ معطل چه هستید؟ گریه بهار شدت گرفت. شانه هایش از شدت گریه می لرزید. با گریه گفت: نمی توانم. دلم می خواهد ازدواج کنم اما نمی توانم. با خشم پرسیدم: آخر علتش چیست؟ جواب داد: او تعهداتی دارد که مانع ازدواج ما می شود. دیگر حوصله‌ام سر رفته بود. چه تعهداتی؟ این چه تعهداتی بود که مانع ازدواج آنها می شد؟ چند لحظه فکر کردم و چون سرانجام اندیشم در این مورد به جایی نرسید گفتم: خانم، خواهش می کنم واضح‌تر صحبت کنید. نیاز چه تعهداتی دارد که قادر نیست با دختری مثل شما ازدواج کند؟ بهار با یأس باور نکردنی و اندوهی خرد کننده جواب داد: او زن دارد.